خصوص جیپوری برام توضیح بده. میرم تو بازار، اونایی که کیفشون میبینم میرم بهشون نزدیک میشم، درشو باز میکنم، گوشیشون رو برمیدارم. خب چطوری در کیفشون رو چطوری باز میکنی؟ متوجه نمیشن. تو شلوغیه دیگه، متوجه نمیشم. چند نفری سرقت میکنید؟ نه 2 نفری. خب نقش نفر دوم چیه؟ بغلم وای میسته دیگه، کسی نبینه دستم. همکارای پلیس نسبان به صورت نامحسوس و تحت عنوان مسافر سوار BRT شدن. خب هر ایستگاهی که خواستید پیاده شید به من زنگ بزنید، به من خبر بدید. اینجا در حال پیاده شدن یک خانم تقریبا قد بلند، کاشون جین آبی کوتاه با شال مشکی، یکی فهمیدار که سفید مشکی. الان پیاده شد. بیا ساکت شده.